سردفتر ادبیات کلاسیک توجیه. آفرین. انا کنم با من کی گپ زدم ایتیار کی ابو عبدالله رودکی اصلا بهترش که اصلا ابو عبدالله رودکی سردفتر ادبیات کلاسیک توجیه. خیلی نخوب بیاد کی بود است ابو عبدالله رودکی کدوم اثر رو مایسون داد کدوم قصیده سردفتر ادبیات کلاسیک توجیه دوستان جعفر ابو عبدالله رودکی قصیده شکایت از پیری رو نوشته است. قصیده شکایت از پیری در بر میگوید که مرا بیسود و فرور خرچی دندان بود، نبود دندان لابر چراغ تابان بود، سفید و سیمرده بود و دور و مرجان بود، ستاره سحری بود و خطر بالا بود. شد معلوم که خوندگی شد رحمت مرحمت شما کنید شما کنید در باره ابو عبدالله رودکی اون چی میخورید کنید اون قصیده اون اشعاری معلوم جان بلندتر نظر آواز شما جان نمیدیستم در باره ابو عبدالله رودکی چی میدونی خیز کنی اگه چی نفر کن چی میگم؟ شما کار کنیستی نمیشتم ما معلوم بلندتر گفتم در باره ابو عبدالله رودکی کنی کدام قصیده‌اش از خود کردی خیز متهم از شد آقا خیز شد یه بیور معلوم جان چیده آواز نمیفهمیده چی؟ آواز شما جان نمیدیم چه؟ آواز جان نمیدیستم ایه خیلی خیلی چشم نمانه که مرحمت شما جوی ماده شنیدم چی آواز نمیدونم؟ آواز نمیدیم جان آواز نمیدیم معلوم جان آقای ایه خیلی نکن از اینجا جواب چه کنید در باره ابو عبدالله رودکی چی میدونید کنید مرحمت معلم جان پدر گفتی همه معلم کنم گفتی خرزکل میارم میبخشید نفهمیدم پدرتون چی گفت؟ گفتی معلم کنم گفتی خرزکل میارم در حقیقت آواز از اینجا شنیده نمیشده است چی گیره دورایی؟ بچه یا بچه کلون دادر چوکدی بگم سه سامان داشتم گم شده که برای سه سامان تو گیره نکه ای بای بچه کلونه کم کنی تو نگی عجوی بچه کنه قبی سه سامان اینا سه سامان بگی او خم کنی با این آواز نبرو ای با خب چوکن اکیل سسمای کو خواهی سسمای خودم گم نمیشه خطیل سسما شش سن نشیده سلام علیکم سلام علیکم سازم چون کنه دوست بروجان هم راست دیگه همیشه در خوام دارم دی گفتم یا سر زنگ بزنم تا وضعیتو بزن چوکره بچه پام خونه زنگ نباشم خیلی نشوخه اینجا شب بگایی یا پراگون که برامدم گفتم یا شهر تماشا کنم خونده اشکنه بود زیخ شدیم اخوی بر رفتم گشتم روستی که دیر اومدم ساعتی چیلی شب اومدم اخوی من اومدم این تطل بوی کردم کی بوی گاز دارم فهمیدم بوی گاز و با همون نولیت زنگ نزدی آخی شما که نولگت بخودم بوی گاز فهمیدم اخوی کردم که بوی گاز گفتم اینجا سویت هم در گیرم در کار نه بوی گاز فهمیدم سویت در نگیرم دوست بروجان آخه بینید کلام بوی گزه فهمیدی سویت گیران نکردی و بچوی آواده غلطی دی آخه در تاریکی زیخ شدم شما در گیرم Onlar şarkı.
همین دون جوان در جای همین بچه من قبوار ندارن. بچه چه کد استی؟ ها؟ یه کمی هم بهتر اگه خرج گرفته اون پولش هم اینه. ها؟ بعد از صورت